متاسفانه چیزی که ازش میترسیدیم اتفاق افتاد و وضعیتی هستیم که دارید میبینید. از من پرسیده میشه زیاد که خب تو شرط فعلی چه میشه کرده. دولت کانادا برنامه رو گذاشته، هنوز نه، تا این لحظه چیزی اعلام نشده، ولی تجربه در واقع نشون میده که معمولا تو وضعیت این چنینی برای افغانستان، برای سوریه، برای عراق، برای سودان، برای اوکراین، دولت کانادا با توجه به وضعیتی که کشور توش بوده برنامه‌های خاصی رو دیده و این برنامه‌های خاص به این ترتیب بوده که یا از ابتدا این امکان رو به افرادی که ساکن اون کشور بودن میداده که اقدام بکنن برای ویزا و ویزاهاشون با سرعت بررسی میشده و در این حال هم برای در واقع برخی از این کشورها برنامه‌های اقامت دائم برای کسانی که پرونده‌ای در حال بررسی داشتند تسریع شده. من مشخصا کلاینتی رو داشتم که از اوکراین بود و سلف امپلوید بود، پروندهش رو ثبت کرد، بعد جنگ اوکراین شروع شد و اقامت ایشون رو خیلی سریع ظرف 2 ماه بهش دادم و اومد کانادا. حالا این اتفاق در خصوص ایران بیفته یا نه چیزی که نمیدانیم، باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. همکاران عزیز من هم در واقع همگی فعال هستن که بتونن کاری رو از پیش ببرن که شرایط رو تسریع بکنه. ما هم به نوبه خودمون با اداره مهاجرت در تماس هستیم، می‌کنیم که بتونیم نقش هرچند کوچکی رو توی تسریع وضعیت داشته باشیم. من در خدمتتون هستم.